در مورد نحوه قرار گرفتن این انگشت قشنگ باید به این صورت قرار بگیره. این شکلی نشه. یا این همه به این شکلی اصلا. این شست این پشته. این قشنگ میچرخه میاد به سیم 5. همه انگشت هم شکلی. یعنی قشنگ اینجوری چرخیده. اصابت اینجا نداشته باشین. ببینید من اصابتی با دسته گیتار ندارم. چون این تکه کردن به دسته گیتار بعداً کندتون میکنه. میخوای سریع آکورد عوض کنید این استکاک ایجاد میکنه و اذیتتون میکنه. عادت کنید که هیچ اصابتی از پایین نداشته باشین. خیلی راحت. ببینید انگشت دو اومده روی سیم 5 یه بار دیگه میگم فرت دوم 1 2 3 4 5 انگشت بعدی که انگشت 3 میشمره همون فرت تو فرت دوم 1 2 3 4 زیر همون انگشت. بهترین جای انگشت پشت این میله فرته که انتهای فرته بهترین جا. یعنی اینجا یه مقدار ممکنه گز داشته باشین روی این میله فرت و بعد صدا ممکنه گز داشته باشه. گز منظورم صدای گز دادن گیتار. خب پس شد 2 روی سیم 5 انگشت 3 روی سیم 4 دیگه تون تون توضیح میدم 1 2 3 4 بدونید اکوان میشونم 1 2 3 4 5 6 سیم 5 سیم 4 فرت 2 و حالا شروع کنیم ریتممون رو زدن 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 فقط برای اینکه بدونید چقدر ساده است با گیتار زدن و خوندن بهتون میگم میتونید شروع کنید خوندن با همین آکورد حتی باید بدن آکورد عوض بشه اما ببینید چقدر ساده خب میگه آکورد عوض شد چون نوت میگه عوض شد اوکی ببینید 1 2 3 بدون اینکه ریتم بیفته باید آکورد عوض کنیم حالا آکورد بعدی چه شکلیه چیه خیلی مهمه در مورد آکورد بعدی فرت اول حالا فرت اول هم میگه انگشت 1 همونه 1 2 روی سیم 2 اوکی فرت اول سیم دوم انگشت 2 1 2 3 4 سیم 4 فرت دوم انگشت سوم 1 2 3 سیم 3 فرت دوم بزن به این صورت ببینید این شکلی نشده سیما باید مواظب باشین گیر نکنه به سیمای پایینی این ناخونا باید کاملا کوتاه باشه این دست ناخونا بلنده این دست ناخونا کوتاست اوکی آکورد اولی که بهتون یاد دادم اون اولی اسمش می مینور بود براتون می‌نویسم توی تلگرام توی اینستاگرام براتون نوشتارشو می‌نویسم می مینور برای دربارش توضیح هم میدم که چه نوع تشکیلی چه چجوری اصلا ساخته میشه منظور از مینور چیه ماژور چیه فعلا باش کاری نداره می مینور لا تمرین این هفتهمون همینه خیلی ساده 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 عوض میشه بدون اینکه ریتم خراب بشه این ریتم نباید بیفته همه چی خراب شده 1 2 3 به این صورت هنوز درس نداریم چون فعلا فقط با این دوتا آکورد 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 به همین سادگی میشه جلسه اول گیتارمون خیلی 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 ساده تمامش میکنیم برای اینکه فقط یه شروع باشه هفته دیگه با یه فیلم جدید و ادامهش با همین فیلم ها و همین کوتاه مختصری با من جلو بیاین ماکسیموم 3-4 آهنگ بهتون یاد میدم هر آهنگی که دوست دارین بزنید و بخونید از هر خواننده مرسی به خدا